اینجا شهرستان تکاب، اینجا تخت سلیمان، چشمه ای از آبهای معدنی، چشمه ای که 50,000 ساله بدون اینکه یک سان از ارتفاعش کم بشه خشک نشده و داره همینجوری میجوشه و هر دقیقه 52 لیتر آب ازش خروج میده. این دریاچه معمولی نیست. 3 چاکراه انرژی در زمین وجود داره. یکی کعبه مسلمان ها و دیگری اهرام ثلاثه مصر و سومی ایران. وقتی که روی نقشه بهش نگاه میکنی، هر 3 نقطه رو به هم وصل میکنی یک مثلث رو ایجاد میکنه و اینجا رأس اون مثلث هستش. این دریاچه جادوییه، دریاچه‌ای که مردم محلی میگن که اینجا ارواح و جن و پری وجود داره. وقتی که این دریاچه توی دوره‌های مختلف تاریخی مردم برای بازدیدش میمدن، نزولات خودشون رو اینجا میآوردن و شما فکر کن که 10,000 سال نظر و نیاز و طلعه و جواهر و زر و زیور داخل این دریاچه ریخته شده و سالهای پیش توسط یک رباتی اینجا رفته پایین و دیده که اون گنجینه وجود داره و گنجینه هست و هر کس برای بردن این گنجینه اومده به یک شکلی به یک نحوی نابود شده و مرده. این دریاچه ویژگی که داره اینه که هنوز ببینید اینجوری براتون توضیح بدم. در خلیج فارس ما 92 متر عمق داره و این چیزی که کشف شده ازش 112 متر عمقه، اما هنوز کسی نتونسته به سرچشمش برسه و سرچشمش رو کسی نمیدونه عمق چقدر از زمین هستش. این دریاچه یک انرژی خیلی خاص داره. وقتی شما وارد اینجا میشه این انرژی رو دریافت میکنی و فکر میکنی وارد دنیای دیگری شدی. از اون دعوت میکنم فکر کنید 3 چاکراه زمین یکیش در ایران خودمونه، بیاین اینجا رو ببینید، خیلی ارزشمنده. نه برای ما، اینجا یک میراث جهانی و متعلق به همه جهانیان هست و خوشحالم که ما یکیش تو ایران داریم.